ساکنان تاجیکستان از پیام‌رسان‌های وایبر، واتساپ و ایمو محروم خواهند شد. مسئولین خدمات علاقه تاجیکستان میگویند که به خاطر تامین امنیت اطلاعاتی و پیشگیری از صادرشوی جنایت‌ها توسط علاقه برقی در کشور چنین تصمیم گرفتند. از سبب آنکه استفاده بری چنین مسنجرها یعنی برنامه‌ها استفاده بری آنها نیز به مانند NGN میباشد و آنها را نیز شهروندان به طور انونیمی استفاده میبرند. برای همین این نمود خدمت‌رسانی نیز بسته می شود. وایبر، واتساپ و به مانند همین مسنجرها برنامه. با تاکید مسئولان این خدمات، مقامات قدرتی دلایل مشخص استفاده شدن چنین خدمت‌رسانی‌ها را از جانب افراد جنایت پیشه و افراطگرا ثبت کرده است. این شعبه خدمت‌رسانی مشتریان از شرکت واویلون موبایل در خود مرکز شهر دوشنبه است و اکثر ساکنان و مشتریان مخصوص رقم‌های NGN و اینترنت را محض از همین شعبه خریداری می‌کردند. اما 3 روز می‌شود که در این شعبه از سوی خدمات علاقه تاجیکستان مهر زده شده است. در برابر واویلون، شرکت‌های تیسل، بیلاین، استرا و اینترکام هم که مشغول ارائه خدمات علاقه NGN بودند، از این خدمت‌رسانی محروم شدند. عین حال امکانات‌های تکنیکی موجود نیست که از طرف مقامات‌ها مشخص کرده شوند، ایدنتیفیکاسیون کرده شوند صاحبان آن و استفاده برندگان آنها. برای این هم این خدمت‌رسانی عین حال بسته شده است. مسئولین این خدمات مسدود شدن کار مسنجرها در تاجیکستان را از نگاه تکنیکی امکان پذیر می‌دانند. NGN و پیام‌رسان‌ها به مثل وایبر، واتساپ و ایمو با یاری اینترنت کار کرده سالهای اخیر به راه آسان و مناسب گفتگو تبدیل یافتند. مسدود شدن ارتباط تلفنی اینترنتی پیش از همه به معاشرت 1 میلیون مهاجر تاجیک از خارج تاثیرگذار می شود که ارتباطی ارزان با خویشاوندانشان به حساب می رفت. بسیاری آدم خویش و توارشان در روسیه با واسطه ایمو استفاده که میبرن نگاه میکنن میبینن آدمای دوری. بسیارتر زن شده کمک میکنن که شوارا شده مسکوی. پیش وقتی ایمو وایبر نبود با تلفن پول سوم بسیار میخورد. آزی آسان ترکه. ایمو قطعا استفاده میبرن. ایمو نسبت دیگرش بود خوبتر است. ما 50 روبل روسی میفرستم، یک هفته گپ میزنم. کارشناسان میگن قطع کردن فعالیت پیام‌رسان‌ها از سوی خدمات علاقه به خاطر به صحبت عادی تلفنی نه اینترنتی گذرانیدن مشتری هاست. با یک تصمیم خدمات علاقه، حق فروش سیم کارت هم حالا به اختیار خدمات علاقه واگذار شده است. در این حال مبلغ هر دقیقه صحبت حساب شده، همچنین گفتگوی مشتری ها نظارت می شود. شرکت های موبیلی به رادیو آزادی قضیه را شرح ندادند و گفتند با مقام ناظر مذاکره دارند.